ادب و درود با همه کسایی که در اینجا تشریف آوردین. به خاطر از حادثه المناکی که واقعا هر نوع انسان به احساس باشه یک بار تکان میخوره. ما با احترام از این شهدایی که در راه علم و دانش جان خود از دست دادن میخوایم برای یک دقیقه سکوت کنیم با احترامشون. سپاس. اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است. اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است. اشک کباب باعث طغیان آتش است. ما شما در این 20 سال یا 40 سالی که در کشور خود میبینیم همه روزه نشانه به چی گرفته شده؟ نشانه به کسایی گرفته شده که در راه علم و دانش زحمت میکشند و میخواهند که کشور از این بدبختی و اینا نجات بدن. هدف اصلی دشمن به خاطر ازی است که تمام دانشمندان، تمام آموزگاران و آموزان نابود شوند تا اینا و مطابق خواسته خود هر چیزی که داشته باشند بخواهند عملی کنند. ما شما امروز شاهد ازی هستیم که کسی جوانا و نوجوانای در کوثر دانش به شهادت میرسه، جوانا و نوجوانای ما در پوانتونها به شهادت میرسه، جوانا و نوجوانای ما به جرم حقیقت‌گویی، به جرم راستگویی به نام ژورنالیسم با مینا و اینا به بم پرانده میشه و نابود میشه و همین ترتیب ما شاهد ازی هستیم که به هزار مکتب در داخل افغانستان از طریق طالبان و از طریق به نام به اصطلاح داعشان از طریق از اینا با آتش کشیده میشه. با درود بی پایان به روح روان تمامی شهدای راه آزادی. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد. انحصار طلبی ها، برتری جویی ها و بی عدالتی ها در افغانستان پدیده هایی که در هر مقطعی تاریخی باعث ایجاد خشونت، انتحار، کشتارهای سیستماتیک و دستجمعی و حتی قهرها گردیده است. ما نسل‌هایی هستیم که به خاطر معامله‌گری‌های حاکمان در افغانستان وطن و کاشانه خویش را ترک و در عالم غربت و مسافرت به خاطر به دست آوردن لقمه‌نانی حقارت‌گونه زندگی می‌کنیم. نسل‌های ناتوان و بیچاره‌ای در داخل کشور سالهاست از هر ساحه رنج می‌کشند، گرسنه می‌خوابند و شکنجه، اذیت مواجه می‌شوند و بالاخره در دام مرگ‌های ناگهانی جان‌های خود را از دست می‌دهند. مسبب مرگ‌های ناگهانی یا انتحاری را می‌توانیم میراثخواران قدرت قلمداد نماییم که به خاطر انحصار طلبی هر لحظه آماده دستبوسی‌اند. در اصل هیچ گونه تفاوتی میان تمویل کنندگان افراد انتحاری و ترویج کنندگان حلقات ارگ دیده نمی‌شود. این دو ذهنیت همکاران و رفیقان خوبی در تمامی عرصه‌ها اند و عمل تروریستی و قتل‌های زنجیره‌ای سیستماتیک را با همکاری یکدیگر انجام می‌دهند. ترور و تروریسم در همه کشورهای جهان و در تمامی قاموس‌های فرهنگی یک معنی و مفهوم را افاده می‌نماید و از جانب تمامی بشریت محکوم گردیده است. متاسفانه در افغانستان با گروه‌های تروریستی معامله قومی و مذهبی صورت گرفته حتی جرأت تروریست گفتن آنها را ندارند. به طور خلاصه نظام‌های مطلق اندیش و انحصار طلب هیچگاهی به خواسته های مردم افغانستان جوابگو نبوده، برعکس بی‌اعتمادی‌ها را میان مردم با هم برادر افغانستان ازدیاد نموده است. شهادت 16 تن در حملات انتحاری ماه می در زایشگاه غرب کابل، شهادت 24 تن از محصرین معصوم و بیگناه در کوثر دانش، شهادت 24 تن در مراسم خاکسپاری در ولایت ننگرهار و شهادت 20 تن در حمله انتحاری اخیر در دانشگاه کابل با هم مانند زنجیر رابطه داشته است.
حملات اخیر در افغانستان توسط تروریستان و اجیران خارجی تحت نام طالب و داعش تبانی با تروریستان در داخل دولت اشرف غنی انجام یافته است. این عمل غیر انسانی تروریستان ریشدار و نیکتاییدار را با یک لحن شدید تقبیح نموده و شادای حوادث جنت الفردوس و با بازماندگانشان صبر عظیم و اجر جزیل می‌طلبیم. تشکر. درود هموطنان بزرگوار. Hello and good evening. Bonsoir mes chers amis. Les amis m'ont demandé il faut que je partage quelque chose en français et si ça sera possible en anglais. Car je n'arrive pas bien exprimer la tragédie actuelle de Paris jusqu'à Kaboul, de Kaboul jusqu'à Vienna. Vous savez que les terroristes frappent tout le monde, peu importe que tu viens de quel pays ou tu dépends de quel genre ou de quelle race ou de quelle nationalité. You are knowing that the terrorism are against all over the world. For them it's not important where do you come from and for which generation that you are belongs or for which religion that you are coming. Terrorism has their own interpretation of Islam. For this interpretation, we are telling extremism or fundamentalism. As you are seeing from Paris to Kabul, from Kabul to Vienna, they are killing in Afghanistan to name of Shiite and Hazara. The day before yesterday, if you have seen, they have killed several persons in our university. Today, one of our journalists have been killed by the terrorism. In Paris, the name of secular, laic, Christian, Jew, Hindu. In Vienna, the same. I think we should be unified against tourism, otherwise they will kill all of us. And they will create a situation, the distance, the hate, and the world that should be Christ among all of us. Before to share my sympathy or solidarity with all this tragedy, we have a person here, Dost Muhammad Malikyar, one of our colleagues in Azadi Association. Today he lost his family in explosion. Yama Siawash was a famous journalist in Afghanistan. Depuis presque 10 ans que je le connais, c'était un des journalistes très connus en Afghanistan, ou en Khorasan. C'est un journaliste contre le terreur, contre la culte des terreur, contre le fondamentalisme, contre les terroristes. ما امروز در کنار تمام تراژدی که از پاریس تا کابل و وینا داریم، یکی از دوستان ما که در همین مجلس با ما هستند، دوست محمد مالکیار، که من عمیقاً از طرف خودم، از طرف نهاد آزادی، از طرف خانواده ما تسلیت خدمتشان عرض میکنم. یکی از اعضای فامیلشان امروز در کابل از دست داد. نامش است یما سیاوش.
شما حتما با یما سیاوش، با او چهره بشاش، با او استعداد نو، با او فکر بکر، با او کسی که همیشه برای ثبات و آزادی خراسان یا افغانستان می اندیشید شناسایی دارید. از خودتان بپرسید چرا یما سیاوش امروز از بین رفت؟ یهود بود، نصارا بود، مسلمان نبود. دلیلی که او از بین رفت به خاطر چی بود؟ 2 هفته پیشش دانش آموزان ما را در کالج یا آموزشگاه کوثر از بین بردن به نام هزاره بودن و به نام شیعه بودن. لطفاً ساده سازی نکنیم، این 2 تا نام فراموش نکنیم. به نام هزاره بودن که چشمای آبی و بینی پس دارند و به نام شیعه بودن دیگه هیچ دلیلی نداشتن. درس میخواندن، تحصیل میکردن، همان گونه که در قرآن کریم آمده اطلب العلم فریضة علی کل مسلم و المسلمه. طلب علم فرض از بالای زن و مرد و او خواهر و برادر هزاره ما در راه تدریس، در راه آموزش بر رگبار بسته شد. بعدش یک استاد در پاریس از بین بردن. ساموئل استاد تاریخ فرانسوی در هومی پاریس از بین رفت. وقتی که استاد تاریخ فرانسوی را از بین می بردن، نعره تکبیر یا الله اکبر گفتن. شما ببینید پدر ما، اجداد ما، نیاکان ما، خراسان ما، تمامی مرز و بوم بالاتر از او 1.7 میلیارد انسان پیوند عمیق با این کلمه مبارک الله اکبر دارد. ولی امروز میفهمین از الله اکبر چطوری استفاده میکنن؟ مثل یک انسان و مثل حیوان ذبح میکنن و او جمعیان واژه و کلمه‌ای که نیای ما، اجداد ما، تبار ما به او نسبت دارد او را به کار میکنن. و تعقیبش در ویانا و اخیراً که شما در کابل بودید. ما کمی اجازه میخوایم دوستا، گرچه از من خواهش کردم از زبان فرانسوی، ما فکر میکنم درد ما بیشتر با خود ماست. اینا باید بفهمن درد کجاست. فرانسوی و آلمانی میفهمن، برای امنیت خودشان بسیار برنامه دارند. سروران عزیز و دانشگاه کابل حمله میکنن. اول بیم بپرسیم خردترین حامل حوزه یا ناحیه کابل و شهرهای دیگه خراسان یا افغانستان ما بیشتر از 20 نفر محافظ دارند. دانشگاه کابل که بین 8 تا 12 هزار دانشجو داره، 2 نفر محافظ داره. یک سوال. 2. یک کسی زلان نام داره، استاد دانشگاه کابل است. تا این توریست سفید حرف نزنیم درد ما درمان نمیشه. زلان نام داره، زبانش پشتو است، قومش افغان است، هواداران اشرف غنی احمدزی است. یکی از کسایی است که به اشرف غنی احمدزی کارزار انتخاباتی در 2014 و 2019 میکرد و میکنه. صدای ثبت میشه، با طالبا پیام میتن، با پشتو میگن صلح قبول نکنین، قربان نکنین. اگر صلح قبول بکنین، قربان بکنین، مثل حکمتیار بین زورا میرین، آدم بکشین، در مکتبا بیان انفجار بتین. این حرف من نیست. اجداد من نمیتونه با این حرف تعامل بکنه. این واژه رکیک از من نیست. این واژه پر از قباحت از من نیست. از زبان یک کسی است که استاد دانشگاه کابل است. فعلا استاد دانشگاه کابل است. با طالبا میگه بیم از شما، با طالبا آدرس میته، میگه فرودگاه کابل بزنین، مکاتب بزنین، مدارس بزنین، تا رقت قلبتان خشونت خونه به سرکای کابل، به خیابانای کابل، به جاده های کابل بریزانین تا شما را تحویل بگیرن، جدی بگیرن، به قدرت بکشونن. به این میگیم پشتونیزم تبهکار. این پشتونیزم که در یک زلش اشرف غنی است و حامد کرزی است که به طالب تروریست و جانی برادر میگن، از 2009 تا 2014 6,000 نفر رها کردن و از 2014 تا امروز بیش از 7,000 و 5,000 شان ما گیریم رها کردن از امکان بدون داشتن یک پیمانده. برعکس یک بارم با مسخره و حیوان نوان اول رئیس جمهور میاد تصاویر چند تا دوست و
دزد و تلفن دزد میگیره در شهر کابل بند میکنه که ما اینا رو بگیریم. شما ببینید این به این میمانه داستان امو قصاب و امو بچه غریبو که زده میشه توسط قصاب شما بارها و بارها شنیده. کی انفجار میکنه، کی انتحار میکنه، کی بدامنی میاره، کلش هم از استاد زلان گرفته تا اشرف غنی معلوم است. ولی اینا میرن چند نفر در عکسایش در شارع بدور از مروت اخلاقی بند میکنه که اینا بی‌صبر هستن، جبزن هستن، گوشیای امرای مردم هستن. این وضعیت هم ممکن بود. سه، با طالبا مذاکره میکنن. طالبی که در داعش باید از بین بره، طالبی که در کشورهایی که مرام و مقصد اقتصادی در اونجا دارن باید از بین بره، ولی با همو طالب جانی و تروریست در پکن، مسکو، قطر، ریاض، اسلام آباد، کابل مذاکره میشه. آزاد در کابل چکر میزنن، رئیس امنیت پیشین کابل ما در خانهشان او را میبره، رئیس سنای افغانستان متهم میشه، او را در خانهشان گشت و گذار میتن، با اسلحه ها پاهان بالا میبرن. بینمی وضعیت در سیاست یک تعریف وجود داره، به این میگن سردرگم ساختن مردم. در انگلیسی برای یک جمله ما داریم میگیم if you cannot convince them، اگر نمیتونین کسی را، مردمی را متقاعد بسازین، but you cannot confuse them، ولی که میتونین سردرگمشان بکنین. تا با قول خود ما سر کواله میگفتیم یا سر گری را پیدا نکنیم. در دانشگاه کابل بیش از 50 تا دانش آموز و دانشجوی دختر و پسر کشته شده و به شهادت رسیده. اولین کسایی هم کجا رسیده قوای ویژه بوده، در دیوارام نوشته شده زنده باد امارت اسلامی. طالبان میگه این کار ما نکردیم، داعش کرده، داعش میگه که ما کردیم، شورای امنیت، طالبان میگه شورای امنیت کرد. شما ببینید یکی بالای دیگه میاندازن. اینا از خود تو میپرسی که این مسئولیتی که مردم به یک سمت جهت داده شوند، متهم ملت، خائن مردم معرفی شود کجاست؟ اگر ما معرفی میکنیم میگیم این استاد زلانی که در دانشگاه کابل درس میده که 2 نفر پیرادار محافظ پیش دانشگاه کابل نیست، خب لااقل هم آدم دستگیر بکنیم. امی آدم به عنوان یک کسی که یک دکترا داره، استاد دانشگاه کابل است، چطوری به مسئولیت مندانه میاد به یک مش تروریست میگه که مکاتب، مساجد بزنین، از بین ببرین، بعد شما را جدی تحویل بگیرن؟ این صدا را کسی نمیشنه. او وقت ما میشیم جاسوس ایرانی، نمیخوام او هزار تا نام دیگه، تجزیه طلب یک چند تا پیدا شدن به نام این و آن. ولی اگر از حکومت خودش میپرسی که این تعریف حکومت چی است؟ یک فیلسوف فرانسوی حکومت و مردم تعریف میکنه که 2 تا قرارداد است. حکومت میاد مشروعیتش از مردم میگیره و در بدل از این مشروعیت برای مردم امنیت، ثبات و رفاه میده. تو که از ما رای میگیری، تو که میگی رئیس جمهور از این مملکت هستی، پس این مردم یعنی سزاوار ازی هستن که در اینمی طور یک سردرگمی باید زندگی بکنن، صلاحایشان به طرف قوم و زبان و سمت بکشن. خب من حق دارم باید معترض باشم. وقتی که من در جمع خودم 10 نفر از برادران پشتون و افغان خودم نمیبینم، حق دارم که بگویم تو همسو با طالب هستی. وقتی که من نمیبینم که تو در برابر طالب و اشرف غنی اعتراض نمیکنی، حق دارم که بگویم بین تو و طالب و اشرف غنی میانه وجود داره. حق دارم که بگویم بین فاشیسم و تروریسم میانه وجود داره. به نظر ما یک راه وجود داره که ما از این بنبست و خونبار نجات پیدا بکنیم. او ایست که اول در تشخیص دشمن ما تعلل نکنیم، ساده سازی نکنیم، ریشی قومی دشمن بیم رخ سیاه و سفید در میان بگذاریم. اینطوری نمیشه در جوزجان از 20 سال به این طرف امن و امنیت باشه، در بامیان 1 تا حمله انتحاری نباشه، در پنجشیر هیچ مسئله نباشه،
برعکس یار جاسوس بگوییم و در استان دیگه در جنوب که نه مکتب است، نه دانش است، نه دانشگاه است، نه سرک است، نه خیابان است، با او بیایم مدال انسانیت بتیم و یک کسی را از داخل از امور ریشه قومی بیایم یک کامپیوتر کار مشاور و یا دبیر شورای امنیت بسازیم. این درست نیست. این مسخره است. مسخره بر خون یک مردم، مسخره بر یک تمدن، مسخره بر یک تاریخ. این را باید بشکنیم، در برابر از این ساده سازی نکنیم. فریب چند تا کلان معامله‌گر فریب بخور ساده ساز نخوریم. به نام شهدا. کابل جان چه میکشی از دست حرامیان؟ کابل بی پناه من، قبیله عشق و راستی. دختر شعر فارسی، کابل من چه میکنی؟ حرف بزن عزیز من، جان پدر کجاستی؟ سلام و درود به ارواح مقدس شهدا، کودکان و نوجوانان بلبل کفن آموزشگاه کوثر دانش و دانشگاه کابل. درود و سپاس از حضور و همدردی شما دوستان و همزبانان عزیز. ابتدا از حضور مسئولانه شما تشکر میکنم و یک تشکر خاص از دوستان و همکاران نهاد آزادی بابت زحمات چند روزهشان. عزیزان، من زیاد وقت شما را نمیگیرم، سخنران نیستم، قصد سخنرانی نداریم. نکات و تذکرات و صحبت‌های لازمه را جناب دکتر سعید رحیمی، آقای همدم، احمد شاهجان فرید و سایر دوستان گفتند. فقط به یاد شهدا، به یاد مظلومیت و در خونخفتگی عزیزانمان یک قطعه شعری در این جمع به شما تقدیم می‌کنیم.
جان پدر کجاستی؟ از تو جواب نیست. چیزی بگو عزیز دلم، وقت خواب نیست. از تایم رخصتیت لحظه ها گذشت، بیا که حوصله‌ام در غیاب نیست. انگار شب رسید و همه انتظار توست، در آسمان ستاره نماند، ماهتاب نیست. پدر قیامت است، همه خون و دست و پا، از درد زخم تشنه شدم، قدری آب نیست. کاری نمیشه، لحظه آخر زندگی است، مسلخ برای شرح درس و کتاب نیست. هر کس به فکر جان خودش می تپد هنوز، فرصت برای توضیح این اضطراب نیست. با مادرم بگو و خودت هم صبور باش، بیشتر از این مجال برای حساب نیست. در پیش خلق بال و پرت را مزن زمین، در پیش خلق بال و پرت را مزن زمین. کنج قفس مناسب حال عقاب نیست. پیوستم به جمع شهیدان تشنه لب، اکنون میان من و خدا حجاب نیست. و مجددا تشکر میکنم از حضور مسئولان شما عزیزان و همینطور از دوستان و همکاران عزیز. تشکر از توجهتان. Good evening. کلاهیتان خوش آمدین. لطف کردین اینجا زحمت کشیدین آمدین با خاطر کمی حملات وحشیانه و حملات تروریستی که در کشور ما و در کشورهای دیگر صورت میگیره و ایره خواستیم که ما شما اینجا تقبیه کنیم و به خاطر شناخت طالب که ما چی شناخت از این تروریستا داریم. همینجا یک مقاله بود که از یک مرد مقاومتگر به نام آقای سالم احمد ریگستانی مقالهش است. این میره من کوتاه برای شما میخوانم و البته ایره گفته بودم شاید ما به زبان آلمانی هم برتان بگم ولی چون دوستایی جا گفتن نه میره به فارسی میخوانیم. شناخت ما از زمان ظهور طالبان تا حال این گروه چی است؟ اهداف استراتژیک خود را که عبارت از برپایی یک نظام طالبی گره خورده با منافع پاکستان پیگیری کرده است و برای رسیدن به آن از هیچ دغدغه حدشکنی و خونریزی آن هم به نام دین خودداری نکردند. نباید انتظار داشته باشیم در نتیجه صلح با طالبان افغانستان به پیش برود و زیرا جنگ است که گذشته بر امروز تحمیل خواهد کرد، اما نباید بگذاریم برای آینده هم غلبه کند. طالبان یک حرکت قومی ایدئولوژیکی افراطی و زنستیزند و این ویژگی های تغییر نکردنی است. طالبان هنوز هم معتقدند که انتخابات در اسلام جای ندارد.
و اجماع مسلمین شورای اهل و عقل باید باشه. امام مسلمانان را باید شورای اهل و عقل باید انتخاب کنند. طالبان از فرهنگ روستایی افغانستان نمایندگی میکنند و مخالف با مظاهره مدنیت اند. طالبان قابل اعتماد نیستند و انگشت به ماشه با آنها باید مذاکره کرد. طالبان گروهی اند که در گذشته زندگی میکنند، پس نه به درد امروز میخورند و نه به درد فردا. طالبان یک پروژه جنگی اند، اگر سلاح خود را بر زمین بگذارند نظام آنها پاسخگوی نیازهای عصر ما نیستند. نظام آنها پاسخگوی عصر ما نیستند. طالبان با کمبود شدید دانشمندان و متخصصین مواجه‌اند و برای توسعه اقتصادی کشور هیچ طرح ندارند. طالبان زن را موجود پایین‌تر از مرد می‌دانند و حضورشان را در میان مردان باعث فساد. طالبان از شریعت نمایندگی میکنند که ریختن خون هزارها انسان بیگناه را مجاز و سبب دخول در بهشت میدانند. طالبان در ساختار سیاسی افغانستان خواهان بالاترین مقامند با ضمانت قانونی و پشتیبانی نظامی بدون مراجعه به آرای مردم. طالبان حالا دارای یک هیئت با تجربه در مذاکرات سیاسی اند، در حالی که جانب مقابل آنها فاقدند. طالبان نمیخواهند با اشرف غنی مذاکره کنند، اما رهبران احزاب سیاسی را گرفتار اختلاف اند. طالبان که یک ماشین جنگی اند که آمریکا را با شکست دادن و با زور و قدرت سیاسی میخواهند افغانستان را بگیرند. و این بود یک مقاله که از افغانستان چاپ شده بود. آقای ریگستانی را نویسنده‌اش است و باقی ما شما امروز که جمع شدیم دوستای عزیز به خاطر که عملات وحشیانه طالبان، یعنی طالب کیست؟ طالب پلید، طالب مزدور، طالب وحشی و طالب آدمکش جنایتکار. و ما امروز جمع شدیم به خاطر عملات وحشیانهشان که بالای دانشگاه کوثر، دانشگاه کابل و امروز صبح عملات نظامی و قاتلانه خود که بالای یمای سیاوش کردن. ما را تقبیح میکنیم و من الله توفیق. کلتان تشکری میکنم از آمدن شما، لطف کردین و کسایی که در گوششان آواز نرسیده بود با وجودی که به صدها نفر ما پیام روان کردیم، حتی از طریق پیام‌های شخصی واتساپشان، اما بازم امروز اینجا حاضر نشدن و فردا که ببینی الله فلانیت شد و بستانیت شد، این کار درست نیست. تشکر، خداحافظ. تشکر میکنم از آقای خراسان.